کلسترول خون بالا و رژیم غذایی. چه رژیم غذایی مفید هست؟ کم کردن چربی‌های اشباع شده که در گوشت قرمز، لبنیات پرچرب و کره هست. افزایش مصرف چربی‌ها از نوع غیر اشباع مانند روغن زیتون، آووکادو و آجیل‌ها. حذف چربی‌های ترانس از غذاها مثل مارگارین جامد، غذاهای صنعتی و فست فود. افزایش مصرف فیبر محلول مثل جو دو سر، حبوبات، میوه‌ها. کاهش مصرف قندهای ساده و کربوهیدرات‌های تصفیه شده. چه نوع فعالیت بدنی داشته باشیم؟ حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت هوازی متوسط مثل پیاده‌روی تند، دوچرخه سواری و شنا. فقط 5 تا 10% کم کردن وزن بدن میتونه تاثیر چشمگیری در کاهش LDL یا همون کلسترول بد داشته باشه. ترک سیگار HDL یا همون کلسترول خوب رو افزایش میده و خطر قلبی رو کاهش میده.